سلام سلام، صبحتون بخیر، روزتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه و خوب و خوش و سلامت باشید. امروز رفتم همینطور قدم زدم و یکم خرید مرید و اینجور چیزا دوباره و رفتم امروز مغازه عربا هم خیلی خیلی خوشم میاد. مغازشون واقعا همه چیز داره، همه چیزای دوست داشتنی و اینا. جانمازاشونن با چادرش و قرآن و جانمازش و تسبیح، چقدر خوشگلن. و این سرنگو داشتن، نمیدونم دیگه بقیه رنگا رو فکر نکنم داشته بوده باشن چون من دیدم نبود. و اینکه این صابونا، نمیدونم که این صابونا رو من قبلا یادم هستش خیلی کوچیک بودم دختر خالم لباس برادر کوچیکش رو باهاش میشست، میگفت لباس بچه رو نباید با تایت بشوریم. بعد فکر میکنم اون مال لباس باشه، نمیدونم خداییش. و دیگه کلا گشتم و اینا و دیگه چیزی که پیدا کردم صابون شیر اولاغه که واقعا خیلی خیلی شنیدم خوبه، واقعا خوبه. من یه دونه ازش برداشتم و 100% میخوام استفاده کنم واقعا. یعنی همه میگن، من تنها نمیگم، حتی از فک و فامیلام، دوستام، اونایی که استفاده کردن همشون گفتن که واقعا فوق‌العاده است صابون شیر اولاغ. و اگه جایی پیدا کردی حتما بگیرش. منم که دیگه بدو گرفتمش که جا نمونم، یا موقع نشه که تموم بشه یا هر چیز دیگه ای، واسه همین گرفتمش. بعد دیگه همه چیزای قشنگ داشت، حتی تخفیف خورده بود، خیلی چیزاش 1 یورویی بود و خیلی چیزاش هم که همینطوری نرمال. ولی خب خیلی قیمت‌های عربا خیلی خیلی زیاد خوبه، نه قیمت خیلی خیلی گرونی دارن نه چیز. البته منظورم از قیمت عربا قیمت جنساشونه. و این کتریا رو ببینید، وای خدا، این قوریای خوشگل و کتریای خوشگلی که اونجا دیدم عاشقشون شدم. البته اینجا نه، اینا ادویه و بعضی چیزایی بودن که همینطوری اونجا بودن و گوجه خشک و بادمجون و اینجور چیزا. ولی این کتریا منظورمه، ببینید هم طلاییش بود و هم نقره‌ایش، خیلی خوشگله بچه، خیلی عاشقش میشید. و همیشه دیگه نباید مدرن و اینجور چیزا باشه، بعضی وقتا اینجور چیزا خیلی 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 حس خوبی به آدم میده. و ظرفاشون و اینجور چیزا دیگه. من رفتم یه قرآنم خریدم، اونجا قرآن گرفتم، خیلی خیلی حس قشنگ و حس خوبی بهم داد واقعا. و دیگه نگم بهتون دیگه، اگه دوست داشتید میتونم بهتون آدرسشو بدم تا اینکه برید و اونجا بگردید و هر چیزی که دوست داشتید بگیرید و همین چیز دیگه. اگه خوشتون اومد 100% بهم بگید، خیلی خوشحال میشم. دوستتون دارم، مواظب خودتون خیلی خیلی باشید.